من هانیم و به چنل یوتیوب من خوش اومدی. تا حالا شده که یه بسته چیپس رو باز کنی و با خودت بگی ای بابا این که دوباره همش هواست، پس چیپساش کو؟ حتما کلاهبرداریه. خب دوست من، اومدیم اینجا که با هم دیگه راز هوای داخل بسته چیپس رو کشف کنیم. پس بیا تا بهت بگم. Why is a bag of chips half full? Looks like you don't believe me. Open the bag. See, I told you. The bag of chips is indeed half full. خب همونطوری که خیلیاتون میدونین چیپس یکی از پرطرفدارترین، خوشمزه‌ترین و حساس‌ترین خوراکی‌های دنیا هم هستش. یعنی چی حساسه؟ به خاطر اینکه اگه یه ذره رطوبت بهش برسه حالت تردیش میپره و نرم میشه و دیگه حالت کرانچی و خوشگل خوشمزه نداره و دیگه نمیتونیم اینطوری از خوردنش لذت ببریم. خب دوست من، تا حالا به این فکر کردی که چیپس چطوری میتونه هفته‌ها یا ماه‌ها توی بسته‌بندیش ترد و سالم باقی بمونه و وقتی تو اونو میخری یا بازش میکنی همچنان بتونی از تردی و کرانچی بودنش لذت ببری؟ بیا جلوتر برات توضیح بدم. همونطور که میدونیم چیپس رو داخل روغن زیادی سرخ میکنن و درصد روغنش خیلی بالاست. پس اگه اون رو توی شرایطی نگه داریم که بهش گرما یا نور و اکسیژن برسه، باعث میشه به نوعی فساد مبتلا بشه که توی علم مواد غذایی بهش میگیم رنسیدیتی چربی. رنسیدیتی چربی یعنی تجزیه شدن چربی توسط اکسیژن در شرایط مورد علاقهش، یعنی گرما و نوری که بهش دادیم و باعث تولید شدن مواد بدرنگ که میتونه خاکستری یا قهوه‌ای باشه، مواد بدبو و مواد بدطعم که میتونه تلخ یا گس باشه. Why is that so? It is mainly because of a concept called rancidity. When food becomes rancid, it develops an unpleasant smell and taste, and it becomes unsafe for consumption. Rancidity generally refers to a condition where the fats and oils present in food get oxidized, resulting in food spoilage. حالا سوالی که اینجا میتونیم بپرسیم این هستش که اگه توی بسته‌بندی چیپسمون هوا یا اکسیژن نیست، پس چی میتونه باشه؟ بریم تا با هم دیگه بررسیش کنیم. درررن، جواب سوال ما چیزی نیست جز نیتروژن. مطمئنم که خیلیاتون اینو شنیدین که به بسته‌بندی چیپس ها نیتروژن میزنن، ولی اینم میدونستین که چرا گاز نیتروژن به بسته‌بندی چیپس ها اضافه میشه؟ Since the chips contain fats and oils, they are likely to get rancid. Therefore, to prevent this, nitrogen gas is flushed into bags of chips by manufacturers. در واقع گاز نیتروژن ما خنثی و بی‌اثره، نه بو داره، نه مزه، نه با روغن واکنش میده، نه با سیب زمینی، ولی در عوضش یه سری کارا توی چیپس ما انجام میده. یکی این که حالت کرانچی و ترد چیپس ما رو حفظ میکنه، دومی که از فساد چیپس جلوگیری میکنه و دیگه حالت رنسیدیتی چربی توی چیپس مشاهده نمیشه، سومی که حالت باد کرده به بسته‌بندی چیپس میده و باعث میشه که چیپس ها به همدیگه برخورد نکنن که خورد بشن و آخرش ما مجبور بشیم با قاشق بخوریمشون. خب دوست من، ویدئوی امروز رو همینجا با آخرین نکته در مورد گاز نیتروژن تموم میکنم. گاز نیتروژن 78% هوای اطراف ما رو تشکیل داده و در واقع گازی بی خطر و غیر شیمیایی هست، پس اصلا برای سلامتی شما ضرر نداره. دیگه نبینم وقتی بسته چیپس رو باز کردی بگی این چرا همش هواستا، چون تو الان یه نکته بیشتر از بقیه راجع به علم مواد غذایی میدونی. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردی دوست من و ازت میخوام هر سوالی راجع به مواد غذایی توی ذهنت هست برای من توی کامنت ها بگی تا به عنوان ایده برای ویدیوهای جدید ازش استفاده کنیم و حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا در کنار همدیگه توی علم مواد غذایی و دونستن چیزهای بیشتر با همدیگه رشد کنیم. امیدوارم که روز خوش و خرم و خوشمزه‌ای داشته باشی. خدا نگهدار.